نوردگرد صفای ما. امروز مردم ناحیه فیض‌آباد با دستاوردهای خیلی خوب با اندالبی 2023 و شهر دوشنبه مهمان شده آمده‌اند. با خود هم نمود دستاوردها، یعنی مخصوصا نان‌ها و کلچه‌های شیرین آورده‌اند. طرز تیار نمودن یعنی کلچه‌ها، وقتی که کلچه را تیار میکنیم آب، شیر، روغن، نمک میاندازیم و آن را شوریده تیار کرده میمونیم تا رسیدنش. وقتی کلچه میرسه همه آن را ما زباله کرده یک تا به یک تا میگذاریم و روی آن را نقش میگذاریم. در روی کلچه ها نقش و گلها میگذاریم و آن را تنور رو میتست کنیم و یک یک برده با آن میچست کنیم و کرده گرفته میمونیم. از یک عادی گندم چند نمود کلچه و نان ها تیار میکنیم. انا این نمود کلچه ها در توی عروسی و دامادی و روزهای جشن استفاده برده میشود. کلچه های کلان، نان های تنوب و نان های چپاتی هم در روزهای خرسندی مردم تاجیک در ناحیه فیض‌آباد در توی سور گذرانده میشود. انا کلچه های خوب یعنی کلچه میده هم همین نمود تیار کرده می شود. یعنی همه اونها با شیر، روغن، آب تیار کرده می شود. این محصولات یعنی این نانی می بینید از نانی گندمی آسیا، یعنی آسیا که سنگی می گویند که گندم رو با اون انداخته آرد میکنن و گرفته تیار میکنیم. کمتر پختنش یعنی زحمت زیادتر می طلبد، برای اینکه گندمی چی میگن در آسیاب آبی تیار کرده شده است تیار کرده می شود. این کلچه ها نصب به این نان ها بستنش آسانتر است. در اینجا قلمه تاجیکی رو میبینید که این طرز تیار کردن قلمه تاجیکی ناحیه فیض‌آباد ما همین است که این رو همون زباله میگیریم. زبالهش مثل نانای چپاتی یعنی سوستی خیلی ملایی میشوریم و در زمانی که زباله 3-4 ساعت در میگیرد در زباله آب چی میندازیم اهم پیش اون نمودی چی میگن خمتونش دیگه چی علاوه نمیکنیم، شوریده میمونیم. بعد 3-4 ساعت وقتی که خود رو در میدهد اون زباله کردن میپرتیم. چقدر 2 نفر 1 نفر اینو تونو کردنش مشکل تر است. 2-3 نفر میشیم زباله رو چقدر تونو میکنیم. بعد در زباله تیار کردمون روغن جرغون میندازیم یا اینکه قیمق انداخته چقدر زباله رو قیمق روغن میکنیم یک رو پیچونده تیار میکنیم. بعد اینکه میپیچونیم در ظرف‌های جداگانه همین رو تیار کرده میمونیم. توبه رو که تصفیه کردیم برده همین رو یک به یک طرزی پختنش در هم توبه میپزیم میگیریم. کوشش میکنیم که علاوهش چی مونیم آهسته مونیم برای اون که چقدر جوشیدگی شروع بیاید. اگر علاوهش تیز مونیم قدر صفتش خوب نمیبیاد. برای همین کوشش میکنیم که علاوه همیشه آهسته مونده شود که صفت تحمل بزرگتر مستر بیاید.